برادرش سوال کردند که آیا همدیگر را با فرارسی ماه مبارک رمضان مبارکباد گفتن جایز است یا نه؟ الجواب بسم ملهم الثواب. ماه شریف رمضان ماه مبارک و پرخیر و برکت است. در آیات و احادیث بیشمار فضیلت‌های آن زیاد وارد شده است. کفاره گناهان، رفع درجات و غیره از مهمترین فضیلت‌های است که مسلمانان با آن خیلی خوشنود می‌شوند. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و یارانش با فرارسی آن خوشنود می‌شدند. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اصحابش را با فرارسی ماه مبارک رمضان بشارت داده و انجام اعمال صالحات در این ماه تشویق می کردند. پس وقتی که مسلمانان با فرارسی ماه مبارک رمضان خوشنود شوند و با اظهار خوشحالی همدیگر را با فرارسی این ماه پرخیر و برکت و بخشش گناهان تبریک و مبارکباد گویند، جایز است و باکی ندارد، چون که اصل آن از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و یارانش رضی الله عنهم ثابت است. والله اعلم بالصواب. ان شاء الله در نوبت‌های بعدی فضیلت‌های این ماه پرخیر و برکت را برای شما بیان خواهیم کرد. منتظر شوید و چنین نوارها را حتما به دوستانتان هم فرستید تا در ثواب آن شما هم شریک باشید. و السلام علی من اتبع الهدى. روزداری حکم شرع و سنت است، جزو رکن دین برای امت است. 11 ماه غرق بودی در گناه، فرصت است 1 ماه که برگردی به راه. با طلوع عطر ماه رمضان شکر کن شکر خدای مهربان.